تو هم کلی لغات و گرامر انگلیسی رو بلدی، فیلم ها رو متوجه میشیم و کسایی که باد انگلیسی حرف میزنن هم متوجه میشی چی میگن. اما وقتی میخواد خودت یه فکر ساده رو به انگلیسی توی مغزت انجام بدی، به یه دیوار گنده برمیخوری. آروم باش، لازم نیست که نگران باشی. دلیلش تقصیر تو نیست. مشکل اینه که ما زبان رو میخونیم، مینویسیم، گوش میدیم، حرف میزنیم، اما یک مهارت مهم رو هیچ وقت تمرین نمیکنیم. اونم فکر کردن به زبان انگلیسیه. تا زمانی که مغز از زبان مادری ترجمه کنه، هرگز چنین اتفاقی نمیتونه رخ بده. راه حل چیه؟ از چیزای کوچیک شروع میشه. از همون صدای توی سرت. مثلا صبح که بیدار میشی، به جای اینکه بگی برم مسواک بزنم، به خودت بگو I need to brush my teeth. به نظر کوچیک میاد، اما همین کار کوچیک یه تغییر عظیم در مغزت ایجاد. اگه داری میری مدرسه یا محل کار، چیزایی که میبینی رو به انگلیسی توضیح بده. The sun is bright today. That car is moving fast. اوایل کند و مصنوعی میشه، ولی کم کم مغزت دیگه نمیخواد ترجمه کنه. مستقیم فکر میکنه. روش دوم، خودتو غرق انگلیسی کن. نه فقط توی زمان درس، بلکه توی سبک زندگیت. فیلم، سریال، پادکست، مهم نیست که همشون رو نمیتونی بفهمی. مغز مثل اسفنج میمونه. ریتم و لحن و جریان طبیعی زمان میره میچسبه ته ذهن و یک روز یهو میبینی داری مثل همونا فکر میکنی. ولی فقط صدا نیست، بلکه فرهنگ فکر کردن هم بسیار مهمه. توی انگلیسی جمله ها کوتاه و مستقیمن. اگه بخوای جمله های پیچیده زبان مادری رو ترجمه کنی، دقیقاً قفل میشی. به جای اینکه بگی من امروز خیلی خستم چون روزم پر از مسئولیت بود، فقط کافیه بگی که I'm so tired. Today was a long day. ساده، طبیعی و سریع. و این نکته خیلی مهم رو فراموش نکن. از اشتباه نترس. فکر کردن ما کاملا خصوصیه و کسی نمیشنوه. اصلا مهم نیست گرامرت کامل باشه یا نه. مهم اینه که مغزت بدون توقف انگلیسی رو به جلو هل بده. اشتباه‌ها خودشون کم میشن چون مغز الگوها رو کم کم درست انتخاب میکنه. و حالا بیا یه تمرین خوب بهت معرفی کنم. اونم این که وقتی تنها هستی با خودت انگلیسی حرف بزن. به هیچ عنوان خجالت نکش. داری آشپزی میکنی، فقط کافی که به خودت بگی I'm cutting the vegetables. I'm adding salt. داری راه میری، I see children playing. The weather feels cold. این جمله های ساده پایه های فکر کردن انگلیسی رو میسازن. از تصویرسازی هم استفاده کن. وقتی لغت یاد میگیری، به ترجمه فکر نکن، به تصویرش فکر کن. اپل تصویر یه سیب قرمز براق، هپینس تصویر یه لبخند بزرگ. اینجوری مغز مستقیم معنی رو میگیره بدون هیچ ترجمه ای. کار دیگه ای که میتونی انجام بدی تا این روند سهل‌تر باشه برات، اینه که محیطت رو انگلیسی کنی. زبان گوشی، چک لیست خرید، یادداشت‌ها، همه چی رو انگلیسی کن. حتی اگه مسخره هم به نظر بیاد، این فشار مثبت مغز رو مجبور میکنه که انگلیسی رو بخشی از روزمرت قرار بده. و سوال آخر، چرا باید این همه تلاش کنی؟ چون وقتی مستقیم انگلیسی فکر کردن رو یاد بگیری، همه چی راحت میشه. سریعتر حرف میزنی، بهتر متوجه میشی، اعتماد به نفست میره بالا، ذهن درگیر ترجمه نمیشه و تو وارد خود زبان میشی. و دیگه انگلیسی فقط یه درس نیست، میشه ابزار تو برای زندگی کردن. و سخن آخر، هر وقت دیدی دوباره داری توی ذهنت ترجمه میکنی، یه لحظه مکث کن و همون فکر رو انگلیسی بساز. از چیزای کوچیک شروع کن. صبور باش و مغزت خودش کم کم تنظیم میشه و یه روز یهو میفهمی که داری طبیعی و بدون فکر انگلیسی فکر میکنی. اون لحظه یه آزادی عجیبی رو حس میکنی. موفق باشی.